طبق یه تحقیق بعد از هر وقفه کوچیک وسط کار حدود 20 تا 25 دقیقه طول میکشه تا دوباره به همون اندازه تمرکز قبلی برگردی. یعنی یه حواس پرتی ساده میتونه کلی از وقت و انرژی ذهنتو هدر بده. تو دنیای امروز تقریبا هممون یه جوری درگیر دنیای دیجیتالیم. از نوتیفیکیشن ها گرفته تا ایمیل، پیام، شبکه‌های اجتماعی و غیره. همه چی مدام حواسمون رو پرت میکنه و خیلی وقتا دیگه نمیتونیم درست تمرکز کنیم. همه اینا باعث شده که حتی دل کندن از گوشی هم برامون سخت بشه. تو این چند وقت اخیر یه مفهومی به اسم مانک مود یا حالت راهب تو اینترنت افتاده سر زبونا و تبدیل شده به ترند جهانی برای رشد و توسعه فردی. همین باعث شد ما هم اینجا دربارش حرف بزنیم و ترجیح دادیم به جای حالت راهب از یه واژه بومی‌تر و نزدیکتر به فرهنگ خودمون استفاده کنیم: روش صوفی. ویدیو کاملش رو میتونین داخل کانالمون ببینین.